سرخط مهمترین خبرها: دعوت به ارتش در تاجیکستان به پایان میرسد. دادگاه عالی حکم خشک‌نامه مناره را کم کرد و در قرقیزستان برای ساکنان ضرر دیده در مناقشه مرزی سبکی دادند. درود بیننده عزیز، خوش آمدید به برنامه نویدی بامدادی. امروز 30 نوامبر دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش در تاجیکستان به پایان می رسد. بر اساس فرمان پرزیدنت تاجیکستان دعوت تیره‌ماهی جوانان به ارتش ماه‌های اکتبر نوامبر ادامه می کند. مقامات تا حال نگفتند که تا امروز نقشه دعوت به ارتش چقدر اجرا شد. بار اخیر روز 12 نوامبر سخنگوی وزارت مدافع گفته بود بیش از 81% نقشه اجرا شده است. بینندگان عزیز، بسیاری از شما میپرسید که آیا جلب جوانان به ارتش به پایان میرسد؟ ما در این باره حالا پاسخ عمیقی نداریم، چون سال گذشته شکایت‌هایی بود که بعد انجام معرکه دعوت هم جوانان را به ارتش میبردند. مقامات آن وقت گفته بودند بر اساس قانون نو خدمت در ارتش در غیر وقت‌های دعوت هم جوانان را برای به قیدگیری به کمیسریات‌های حربی دعوت میکنند. دعوت جوانان به ارتش همه ساله در بهار و تیر ماه صورت میگیرد. تقریبا در هر معرکه دعوت شکایت‌ها از جلب مجبوری یا ابله و فرستادن جوانان بیمار به ارتش رسانه‌ای می شود. مقامات جای داشتن این حالت‌ها را تقریبا رد می‌کنند. روز 29 نوامبر خبرگزاری آزیا پلاس نوشت والدین بعضی جوانان در شهر اصفهان را به گرفت گرفته طلب می‌کنند که فرزندانشان از روسیه برگشته به ارتش روند. مسئولین کمیسریات شهر اصفهان این را رد می‌کنند. دادگاه عالی تاجیکستان حکم زندانی بیبی کلان نظیر و ساکن ناحیه فیض‌آباد را 2 سال کم کرده است. قبلا 24 اکتبر امسال دادگاه ناحیه فیض‌آباد او را به گناه به خودکشی رساندن عروس خانواده مناره عبدالفتاح 7 سال از آزادی محروم نموده بود. حالا بر اساس حکم نو 5 سال در زندان خواهد ماند. عبدالفتاح میساخوف پدر مناره 29 نوامبر به رادیوی آزادی گفت دادگاه عالی شکایت پیوندان خشک‌نامه دخترش را از نو بررسی کرد و حکم پیشینه را تغییر داد. دادرس دادگاه عالی در مرافعه گفت که به خاطر زن بودن مهلت حبسش را کم می‌کند. نزدیکان بیبی کلان نظیر و حکم دادگاه را شرح ندادند. جسد مناره عبدالفتاح ساکن 25 ساله فیض‌آباد سال گذشته با 26 ضربه کارد از خانه اجاره‌اش پیدا شد. مقامات گفتند او خودکشی کرده است و تنها بعد از پافشاری زیادی پیوندان خشک‌نامه‌اش را دستگیر کردند. مناره عبدالفتاح سال 2015 با یک ساکن ناحیه فیض‌آباد ازدواج کرده از او 3 فرزند مانده است که کلانه 6 ساله و خردیش 2.5 ساله می باشد. حکومت گرجستان ورود پناهجویان روس به این کشور را یکی از عامل‌های رشد اقتصاد عنوان داده است، اما در میان مردم مخالفت به حضور روس‌ها نیز افزایش می‌یابد. آنها میگویند از اول روس‌ها در گرجستان مقیم می‌شوند و سپس ارتش روسیه برای حمایت آنها به این کشور تجاوز خواهد کرد. خود پناهجویان روس باشند میگویند از مهمان نوازی گرجی‌ها خوشحالند و حالا در فکر بازگشت به وطن نیستند. گزارش بعدی ما در همین باره است. روسیه 1 ماه پیش اعلام کرد که سفربری نظامیان احتیاطی را به جنگ در اوکراین خاتمه بخشیده است، ولی روس‌هایی که از خدمت در ارتش فرار کردند خواهشی بازگشت به وطنشان را ندارند. اول جنگ باید خاتمه یابد. جنگ به مرحله رسیده است که برای همه و به ویژه مردم خطر دارد. روز 21 سپتامبر بعد از نشر دستور پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین درباره سفربری و یا موبیلیزاسیون قسمی نظامیان احتیاطی به صفهای ارتش روسیه، صدها هزار مرد روس به کشورهای همسایه گرجستان، ارمنستان و قزاقستان فرار کردند. بر پایه آمار حکومت گرجستان، حضور بیش از 100,000 فراری روس و سرمایه آنها به پیشرفت اقتصاد کمک می‌کند. اما در این جمهوری سابق شوروی احساس ضد روسی هم بیشتر شده است. در بعضی از گوشه‌های پایتخت گرجستان شعارهای مخالفان حضور روس‌ها به چشم می‌خورد. اولین فکری که در سر پیدا می‌شود این است که اینجا کسی منتظر ما نیست، ولی وقتی در شهر سیر می‌کنید و با مردم هم صحبت می‌شوید می‌فهمید که عقیده مردم درباره روس‌ها بد نیست. حداقل من مشاهده نکردم. این پناهجوی برنامه‌ریز کامپیوتری بوده، کارش را در روسیه ادامه می‌دهد و برای 6 ماه آینده اجاره منزل را پیش پرداخت کرده است. صرف نظر از سرمایه پناهجویان، وکیل مردمی گرجستان از حزب لیلای مخالف حکومت سلام سمدشویلی میگوید حضور شماره بزرگ پناهجویان روس مسئله‌های امنیتی و اجتماعی خلق کرده است.
дар миёни мардум ин ақида роиҷ шудааст ки вазъ аз назорати ҳукумат берун шудааст. این وکیل مردمی در اتاق کاریش پرچم اوکراین را افراخته اصرار می‌ورزد که فردا روسیه می‌تواند با بهانه حمایت هموطنانش به این جمهوری هم ارتش فرستد. ساکن تبلیسی گیورگی ایساکادزه از سخنان وکیل مردمی پشتیبانی کرده خاطر نشان می‌کند که سال 2008 روسیه با ادعای حمایت از روس‌ها به دو منطقه جدایخواه گرجستان، اسیته شمالی و ابخازستان نیرو درآورده است. برای من تأثیر مثبت آنها به اقتصاد تا زمانی که آنها قسم کشور ما را اشغال کردند هیچ اهمیتی ندارد. طبق قانون‌های گرجستان که 3,700,000 اهالی دارد، شهروندان روسیه می‌توانند در این کشور تا 1 سال بی‌روادید اقامت کنند. بانک ملی قرقیزستان 29 نوامبر گفت به قرضداران بانک و سازمان‌های مالیوی قرضی این کشور که در نتیجه نزاع مرزی ماه سپتامبر در ولایت‌های بادکن و اوش ضرر دیدند کمک کرده شده است. بنا به اطلاع بانک تا 24 نوامبر امسال جمعاً 474 قرقیزستانی قرضدار به این نهاد مراجعت کرده، در نتیجه قرض 27 کسی آنها بخشیده شده است. بانک ملی قرقیزستان افزوده که سازمان‌های مالیوی قرضی این کشور همه مراجعت‌های ساکنان را بررسی و چاره‌های لازمی خواهند اندیشید. در نزاع روزهای 14 و 17 سپتامبر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از هر دو طرف بیش از 100 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. 10 منزل ساکنان و انشاءهای اجتماعی نیز در جریان مناقشه خراب شدند. وزیر مهنت و حفظ اجتماعی اهالی قزاقستان تمره دویسینووا گفت که بعد اعلام بسیج چقدر شهروندان روسیه به آن کشور رفته است. طبق معلومات فوری که همه روزه تبادل می شود، بیش از 400,000 شهروند روسیه بعد اعلان بسیج به قزاقستان وارد شده، 320,000 نفر آنها دوباره کشور را ترک کردند. گفته است دویسینووا. با گفته او در حال حاضر 100,000 شهروند روسیه در قزاقستان به سر میبرند. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین 21 سپتامبر بسیج قسما اعلان کرد. در نتیجه هزاران روس کشور را ترک کردند. برخی آنها به گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان رفتند. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده ببیند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 3 نوامبر را فرا میگیرد. 30 نوامبر سال 1990 اولین و آخرین انتخابات پرزیدنت جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان برگزار شد. در این انتخابات سابق کاتب اول حزب کمونیست جمهوری قهار محکموف برنده شد، ولی سال بعد با کسب استقلالیت تاجیکستان و در آستانه پاشخوری اتحاد شوروی انتخابات نو برگزار گردید که در آن رحمان نبیف برنده گردید. پایان نوامبر سال 2020 مجلس نمایندگان 2 قانون را تحریر کرده خواندن عقد نکاح مسلمانی را در اداره‌های ثبت اسناد حالت شهروندی یا زکس اجازه داد. بستن نکاح در شرایط خانه منع کرده شد. وکیلان گفتند هدف اساسی پیشگیری از بسیار همسری، ازدواج‌های بی‌مسئولیت شهروندان و تولد فرزندان بی‌نکاح است که بعداً باعث ایجاد مشکلات زیاد در زندگی آنها می‌شود. 15 عصر پیش سال 585 در شهر نیسا بار بعد یکی از موسیقی شناسان فارسی زبان تولد شده است که دانشمندی برجسته موسیقی ملی دوران خود بود. او با نام‌های باربدی مروزی و باربدی رامشگر هم نام برآورده سرور رامشگران دربار شاهان ساسانی بوده است. باربد از محققان اولین علم موسیقی مردم ایرانی نژاد شناخته می شود و تا امروز پاره‌های از موسیقی آفریده او حفظ شده است. صبح امروز 3 نوامبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان $100 آمریکایی به 1004 سومانی برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 163 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 3 نوامبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت جدا شده برای برنامه نوید به انجام رسید. تشکر که برنامه‌های رادیوی آزادی را پیگیری می‌کنید.